در زمان صفویه یک روز مرد فقیری به در خانه ثروتمندی رفت و گفت شنیدم مالی را در راه خدا نذر کرده ای تا به فقیران بدهی. من نیز نیازمندم، سهمی نیز به من بده. آن ثروتمند با بی‌اعتنایی پاسخ داد که من نذرم را برای نیازمندان کور کرده ام، ولی تو بینا هستی. مرد فقیر ناراحت شد و گفت این مرد کور واقعی من هستم که درگاه خدای کریم را رها کردم و به در خانه آدمی چون تو آمدم. سپس برگشت و آن مرد ثروتمند از سخن آن مرد فقیر تحت تأثیر قرار گرفت و دوان دوان به طرف آن فقیر رفت و تلاش کرد چیزی به او بدهد، اما فقیر آن را نپذیرفت. راز عزت و توکل در این است که تنها از خدا بخواهی، نه از بندگان او. اگر موافقی بنویس خدایا فقط از تو